سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین شما؟ عذرخواهی می‌کنم، قصد مزاحمت نداشتم. دیدم گوشه تنها وایسادین، بعد می‌خوام وقتتون رو بگیرم، یه خورده با هم دیگه صحبت بکنیم. بچه همین جایی؟ بله. من واقعیتش بچه اینجا نیستم. بعد اینکه دور و بر خونه دوستمه، باشه کاری داشتم. الان میگم 40 دقیقه است من کاشته نیومده، حوصله‌ام سر رفته. مثل اینکه قرار نیستش بیادش. گفتم اگه تایمت آزاده مثلا بریم با ماشین من هم یه دوری بزنیم هم یه چیزی بخوریم، چون من خیلی گشتمه، سر ظهر هم هستش. نهار خوردی تو؟ من نه هنوز. منتظر کسی بودی اینجا وایسادی؟ داشتم میگرفتم. جدی؟ جایی داشتی میرفتی؟ نه میخواستم برم خونه. داشتم میومدم. یعنی با من نمیای؟ نگاه کن، یه دور نگاه کن، هیبت رو نگاه کن، مثلا یه دور بزن. شاید فکرامو کردم حالا. دوری بزنیم تا ببینیم دوست من چی میشه. نظرت چیه؟ بریم. اسنپ تو پس کنسل کن دیگه. تا وقتی من هستم واسه چی دختر اسنپ میگیری؟ بشین بریم. باشه. کنسلش کن بریم. کجا میری؟ مگه این ماشینت نبود؟ جان؟ من فکر کردم ماشینت اینه. حالا چه فرقی داره؟ مگه مهمه حالا ماشین این با اون چه فرقی داره؟ حالا مگه مهمه، فرقی هم داره؟ خب میگم میخوای حالا یه وقت دیگه همو ببینیم. چرا آخه الان یهو چی شد نظرت عوض شد؟ الان 207 دیگه، مگه نمیگفتن 206 همون لنکروز 207 که الان حکم آیه تو داره؟ مشی بابا نظر نه به خاطر این نمیگم، کلا باید برم خونه، یه کاری پیش اومد. اومدی چی کرد؟ بابا نوکرتم، چه خبر؟ علی چه خبر؟ سلام. این امانتی خدمت شما دیگرتم، نوکرتم. باشه هر جور راحتی، مواظب باش دیگه. به دوست پسرت هم سلام برسون. الان به مشکل خوردین، گفتم حالا شاید یه خورده همو بیشتر بشناسیم. آها، یعنی میخوای یه تایمی بدی با یکی دیگه آشنا بشی. آخه 2 دقیقه پیش اونجا نظرت یه چیز دیگه بود. واقعا چی آخه به این پا میدن منقرض شده؟ نه من دیگه خب آخه داستان که حالا سری بعد همو ببینیم. خیلی خوشحال شدم از آشنایی. سلام. آقا امروز اومدیم با یه دوری مخفی خیلی خفن دیگه با داشتیما هماهنگ کردیم دیگه. ببینیم چی میشه. کف خیابون دنبال سوژه ایم. حتما ببینید، خیلی سخته. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله رو هم روشن کنین که کلیپا بد بمبه. قراره من وسط کلیپ ورودو بزنم. اصلا بد خفنه، حتما تا آخرش ببینید. آقا یه 20 دقیقه هست اینجا وایسادم فکر کنم، ولی سوژه رو پیدا کردم. یکی رو اینجا دارم میبینم، بریم ببینیم که چی میشه. سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین شما؟ عذرخواهی می‌کنم، قصد مزاحمت نداشتم. دیدم گوشه تنها وایسادین، بعد می‌خوام وقتتون رو بگیرم، یه خورده با هم دیگه صحبت بکنیم. واقعیتش من منتظر دوستم هستم، نمیدونم چرا یه 20 دقیقه نیم ساعتی هستش منو کاشته اینجا، الان منتظرم، نمیدونم چرا نمیادش. بعد تایم ناهارم رسیده، یه مقداری گشتم، بعد شما دیدم. ماشاءالله هزار ماشاءالله، چهره خیلی مناسب، ماشاءالله خانم. گفتم که بیام مزاحمتون بشم و یه با هم دیگه بیشتر آشنا بشید. اسمتون رو میتونم بدونم؟ مهدی. من مهران هستم. خوشبختم. بچه همین جایی؟ بله. من واقعیتش بچه اینجا نیستم. بعد اینکه دور و بر خونه دوستمه، باشه کاری داشتم. الان میگم 40 دقیقه است من کاشته نیومده، حوصله‌ام سر رفته. مثل اینکه قرار نیستش بیادش. گفتم اگه تایمت آزاده مثلا بریم با ماشین من هم یه دوری بزنیم هم یه چیزی بخوریم، چون من خیلی گشتمه، سر ظهر هم هستش. نهار خوردی تو؟ من نه هنوز. منتظر کسی بودی اینجا وایسادی؟ داشتم میگرفتم. جدی؟ جایی داشتی میرفتی؟ نه میخواستم برم خونه. داشتم میومدم. یعنی با من نمیای؟ نگاه کن، یه دور نگاه کن، هیبت رو نگاه کن، مثلا یه دور بزن. شاید فکرامو کردم حالا. مطمئن؟ شاید. خب پس مهدیه گفتی؟ آره. بله. مهدی بریم یه دوری بزنیم تا ببینیم دوست من چی میشه. نظرت چیه؟ بریم. اسنپ تو پس کنسل کن دیگه. تا وقتی من هستم واسه چی دختر اسنپ میگیری؟ بشین بریم. باشه. کنسلش کن بریم. بیا دیگه. اومدم. کجا میری؟ مگه این ماشینت نبود؟ جان؟ من فکر کردم ماشینت اینه. حالا چه فرقی داره؟
مگه مهمه حالا ماشین این با اون چه فرقی داره؟ حالا مگه مهمه فرقی هم داره؟ خب میگم میخوای حالا یه وقت دیگه همو ببینیم. چرا آخه الان یهو چی شد نظرت عوض شد؟ الان 207 دیگه مگه نمیگفتن 206 همون لند کروز 207 که الان حکم آیه تو داره مشی و نظر نه به خاطر این نمیگم کلا باید برم خونه یه کاری پیش اومد. مطمئن؟ آره. آخه چرا یهویی انقدر اونجا اوکی بودی؟ چی شد اونجا اوکی بودی الان متوجهم واقعا نمیشم. به خاطر خودمه یا به خاطر ماشینم؟ به خاطر اینا نیست. فکر کنم یه وقت دیگه بهتر باشه. جدی؟ باشه پس حرفی نیستش. زنگ زد رفیقم. الو بابا حاج پیمان کجایی په؟ بیا دیگه بابا امانتی اینجا ما نیم ساعت وایسادیم. بیا سولی منتظرم. کی میرسی؟ بیا داداش خدافظ. من با دوستم اومد و حوصله‌ام سر رفته میگم چرا یهو آخه اینجوری شد. نه دیگه دست در نکنه. و اومدی چی کرد؟ بابا نوکرتم چه خبر علی؟ چه خبر سلام. این امانتی خدمت شما دیگرتم نوکرتم. باشه هر جور راحتی. مواظب باش دیگه به دوست پسرت هم سلام برسون. الان چی شد؟ چی شد؟ جابجا کردید ماشینا رو چطوری شد؟ نه اون ماشین دوستم بود واقعیت گفتم این نیم ساعتی بودش منتظرش بودم ماشین رو بهش تحویل میدن گذاشته بود اینجا. بعد اینکه دیدمت خوشم اومد بعد فکر نمی‌کردم حالا اینجوری بخواد پیش بیادش. فکر می‌کردم که اوکی باشی یا نمی‌دونستم ماشین واسط ملاکه. نه ماشین که ملاک نیست ولی خب حالا گفتم یه وقت دیگه همو ببینیم شاید بهتر باشه. الان یعنی اینکه الان خب واسه چی وایسادی گفتی دوست پسر دارم؟ نه با دوست پسرم یه خورده الان به مشکل خوردیم گفتم حالا شاید یه خورده همو بیشتر بشناسیم. آها یعنی میخوای یه تایمی بدی با یکی دیگه آشنا بشی. آخه 2 دقیقه پیش اونجا نظرت یه چیز دیگه بوده. حالا خب الان چه فرقی میکنه؟ الان نظرم عوض شد. مطمئنی دیگه؟ شاید. حالا من یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی از دستم؟ والا واقعیتش بذار پیاده شم بهت بگم دیگه. ببین این کاری که تو کردی واقعا به نظرم جالب نبودش. اینکه مثلا من اونجا ازت خوشم اومد گفتی اوکی ام و اینا حالا سر ماشین فکر کنم به من پا ندادی ولی خب من سازنده کلیپ‌های دوربین مخفی‌ام و اینکه داشتیم یه کلیپ ضبط می‌کردیم خیلی رندوم من با شما آشنا شدم فکر نمی‌کردم همچین اشخاصی ما داشته باشیم و اینکه داشتم من کلیپ ریکورد می‌کردم دوربینم هم اونجا آقای فیلمبردار فکر نمی‌کردم اینجوری بشه واقعا متاسفم واسهتون ایشالله که حالا همون دوست پسری که داری به پاش بمونی و با هم دیگه خوشحال و شاد باشیم. دوربین مخفی داشتی میگرفتین این چه کاریه شما انجام میدید؟ آخه من فکر میکردم دیگه نسل همچین اشخاصی که به ماشین و آهن چی آخه به این پا میدن منقرض شده. نه من دیگه خب آخه داستان که حالا سری بعد همو ببینیم. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون فقط اینکه من این کلیپو بذارم بچه‌ها ببینن که همچین اشخاصی همچنان وجود دارن. اگه اوکی باشی یه رضایت به من بدی. باشه مشکلی نداره. به دوست پسر سلام برسون پس. یه لایک به دوربین من نشون میدی. مراقب زیباییت باش. خداحافظ.